يا رسول الله وقدوتنا. از عقبه ابن عامر خداوند از او راضی باد میگوید از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمودند پروردگارت خوشحال می شود از کار چوپانی که در گوشه کوه برای ادای نماز اذان می گوید و نماز می خواند. خداوند متعال خطاب به فرشتگان کرده می گوید این بنده ام را بینگرید و ببینید چگونه اذان می گوید و نماز می خواند. او از من می ترسد. پس این بندم را گناهایش را بخشیدم و وارد بهشت کردم. خدایا ما را از جمله چنین بندگان بگردان، گناهان ما را مغفرت بفرما و ما را وارد بهشت بگردان. رسول الله وقدوتنا لن